قسمت سوم از علائم و نشانه‌ها در گنجیابی رو شروع می‌کنیم. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و با یه لایک از ما حمایت کنید. سلام، بخش سوم رو شروع می‌کنیم. بخش سوم از علائم و نشانه‌های گنجیابی. کاسه هفتایی نماد قبر خانوادگی باشد یا باید روبروی آن کله قندی باشد یا تپه ماهور و حتی در اکثر مواقع دیده شده که لابلای صخره‌ها دربی پرم شده باز شده و در ته غار در قسمت کف راهی به صورت چا وجود دارد و درون چا قسمت انتهایی آن راهرو وجود دارد که به درب دخمه‌ای منتهی می شود که از سات همراه با وسایلشان در آنجا آرامیده‌اند. معمولا کاسه ها را بزرگ به کوچک هستند. کاسه های انتهایی که کوچکترین کاسه به شمار می رود مسیر درست را نمایان می سازد. این قبرها به احتمال زیاد شیمیایی هستند و با باز شدن درب دخمه احتمال شیمیاییشان زیاد است. باید با تجهیزات وارد این جور قبرها شوید. سنگ دوربین یکی از آثارهایی که در ایران زیاد دیده می شود سنگ دوربین است. کار آن هم تقریبا می شود گفت آسان است. فقط کافی است به قسمتی که سوراخ آن گشادتر است نگاه کنید. جلوی دید سوراخ هر آثاری را مشاهده کردید محل مورد نظر شماست. اگر روی سنگ دوربین حجاری صلیب یا مثبت بود، معنی قبری مهم را جلوی دید می دهد و در بعضی اوقات تپه یا تل می باشد که در صورت مرکز تل محل مورد نظر می باشد. اگر روی سنگ عکس فرش هم بود، معنی دوبار در مسیر سنگ را می دهد. فرش سربای را نشان می دهد که با سنگ های انباشته معلوم می شود. نماد گوزن این نماد بیشتر روی صخره‌ها حکاکی می شود که معنی خاصی ندارد و بیشتر به معنی شکار اشاره دارد. نشان دهنده محل شکار در باریان بوده، ولی اگر به صورت تندیس باشد کاملا عکس قضیه است. نماد کاملا دفینه است. گوزن حیوان با عظمتی است و این نماد بیشتر متعلق به دولت می باشد که در آن زمان برای نشانه کردن محل دفینه از آن استفاده شده است. به صورت کمیاب دیده می شود. محل علامتگذاری با این حیوان در اراضی در منطقه جنگلی و کوهپایه ها است. اگر این حیوان در حال غذا خوردن باشد، دفینه دقیقا زیر مکان علف خوردن او می باشد، ولی اگر در حال نگاه کردن باشد، دفینه دقیقا مسیر دید اوست. ولی اگر در حال فرار باشد و جفت پای عقب او به هوا باشد، جفت پای جلوی او روی زمین باشد، دفینه دقیقا جای قرار می گیرد که گام بعدی پرش بعدی گوزن است. دفینه هایی که توسط این نماد به دست آمده‌اند بیشتر ابزارات جنگی جواهرات بوده و در اکثر اوقات هم سفیدخانه یا سخم خسروی بوده. فیل نماد قدرت و جنگ این حیوان به خاطر قدرت زیاد در جنگ‌های کاربرد اساسی داشت و به خاطر بزرگ بودن این حیوان معمولا ایرانیان در جنگ‌ها بر دشمن ظفر می‌یافتند. این نماد بیشتر مخصوص پادشاهان بود، چون بعد از جنگ کردن و شکست دادن یک قلعه یا دژده اموال آن را به غارت برده و در راه در بالای بلندی این نماد به کار می‌بردند. اموالی را در آنجا دفن می‌کردند تا برای حمله به قلعه یا دژده بعدی دست و پاگیر آن نشود. بنابراین اشیاء غارت شده را به درون غار می‌بردند یا به صورت تل خاکی آن را مدفون می‌کردند. نماد فیل را روبروی غار پلم شده یا تل خاکی در آن سوی دره روی شیب دره بنا می‌کردند. به این صورت که اگر خرطوم فیل به سمت پایین دره بود، باید در پایین دره به دنبال تل خاکی یا آثار دوم بود. در کنار آن رودخانه یا چشمه وجود داشته که آثار دوم نشان دهنده تل یا حتی خود مکان اصلی بود. ولی اگر خرطوم فیل در درون خاک فرو رفته بود، دفینه را زیر انقرار داشت و اگر خرطوم نداشت یا کوتاه بود، روبروی دید فیل غار پرم شده وجود دارد. حال اگر خرطوم یا شکم فیل بزرگ بود، درون آن مقداری سکه جاسازی شده که سربار آن می باشد. جغد حیوان تاریکی و شکارچی شب، مکان زندگی آن درون سوراخ‌ها در بالای درختان تنومند و غارهاست. چشمان جغد تیزبینند و برای معلوم کردن دقیق درب‌های ورودی از این حیوان به عنوان آثار استفاده کرده‌اند. جغد حیوان شکارچی هم هست.
بیشتر مواقع به عنوان آثار اول به کار می رود. شکار آن آثار اصلی می باشد. اگر شکار در زیر پای زغد باشد، دفینه در زیر پای زغد قرار دارد. ولی اگه دید زغد به سمت حیوان خاصی باشد، باید آن حیوان را دنبال کرد. ولی اگه به مکان خاصی مثل دیوار صخره‌ای نگاه می کند، باید دنبال باز کردن در پنم باشید. زغد حیوان شومی است. برای همین باید کمی احتیاط کنید. تله های فراوانی در انتظار شماست، ولی پشت این تله ها بار عظیمی نهفته است. شتر. دوستان، نماد شتر به صورت تندیس و برجسته در مبعث ما وجود داره. نماد شتر در هر دو صورت برای قبر و مقبره در باستان استفاده نشده است. شتر تنها نماد دفینه نبوده، یعنی کاربردهای دیگری هم داشته. واسه جاده های نامه استفاده شده، برای کاروان روها استفاده شده، یعنی راهی که کاروان رد میشه ازش. البته تندیسش رو داریم، عرض میکنم، ولی شتر برجسته 100% نشان دفینه هست، دفینه شاهی. شتر در 6 دوره مختلف استفاده شده برای دفینه. خب دقت کنید، اگه شتر ابعادش از یک شتر معمولی بزرگتر باشه و در بالاترین نقطه محیط بر لبه کوه باشد و پایین آن را راه مال رو باشد، برای نشان دادن مسیر کاروان و استراحتگاه ها استفاده شده است که کنار آن در محیط در شعاع مثلا 200 متری میتوان دفینه بدون اصول یعنی شخصی رو پیدا کنیم که این مورد هم نیاز به تجربه یا سیستم خیلی قوی داره. یک دوره متفاوت در قوانین ثابت شتر داریم به اسم هلاکوخانی که جفت شتر کنار میاد و کلا حالت سر و گردن شتر کوچک و مهمترین اولویت آن قرار دارد. یعنی منظورش اینه که کلا یا سرش یا گردنشه یا کلا یه شتر کوچک که قرار داره اونجا. کدام تندیس شتر بار میده؟ ببینید، قلعه شاهی حتما باید در محیطش باشه، چون نماد شاهی است. در 2 کیلومتریش روستای فعلی وجود داشته باشه، یا در 3 کیلومتریش مکان مقدس مثل آتشکده یا مکان مهمی و احتمالاً اینکه گمنام باشه هست و باید باشه. راه مال رو باید در فاصله 17 الی 70 متری باشه. قبرستون در چند صد متری نماد باید باشه. دقت کنید، اغلب نمادهای شتر داره اسم هستند، یعنی به سنگ شتر یا شتر سنگ معروف هستند. در محیطی که در 200 یا 100 متریش رود فصلی میاد. دقت کنید، 3 چشمه باید در محیط شتری که مربوط به دفینه باشه. دقت کنید، 3 تا چشمه باید در محیط شتری که مربوط به دفینه باید باشه. در این 3 چشمه احتمال وجود سربار در یکی از چشمه ها زیاده، به خصوص چشمه‌ای که اگه تشکیل مثلث داده باشه و در نوک مثلث باشه. علاوه بر این، دنبال در نزدیکی یکی از چشمه های توپله باشه مهمه. دقت کنید، اینا فاکتورهای محیطی شتر هستند که برای دفینه به کار میره. چون شتر نمادی است برای تپه های مالیاتی و هم در محیط ایجاد میشد. دقت کنید، وقتی میشینید روی شتر، سمت راست روبروی جلو یه برج نگهبانی مشخصه، سمت چپ رو به جلو چشمه باید باشه، یعنی سمت راستتون رو به جلو یک برجک نگهبانی مشخصه. خب سمت چپ رو به جلو هم چشمه باید باشه و بالای چشمه یه سنگی باید از جنس همون نماد که زیرش مهمه هدف است. دوستان، شتر نشسته روی یک تپه دقیقاً هدف داخل تپه است، ولی باید نهایتاً 11 متر و با فاصله از شتر ورودی رو پیدا کنید. حالتهای سر و گردن در چنین موقعی مهم هستند. اگر در چنین موقعی دارای 2 کوهان باشه، یکی کوچک یکی بزرگ، دقیقاً کروکی محیط رو داره میده، یعنی کوهان بزرگ تپه زیرشه و کوهان تپه‌ای کوچک که ورودی کاره به داخل تپه بزرگ وصل میشه. متوجه شدین؟
ببینید قلعه شاهی حتما باید در محیطش باشه. دوستان ابعاد در نمادها بسیار مهمه. خب یعنی وقتی نماد شتری دارید در اندازه 2 برابر شتر معمولی، خب اینجا یعنی با هدف فاصله بیشتری دارید و میدان بررسیتون باید بزرگ باشه. ولی شتر کوچک یعنی هدف نزدیکتر و از 20 قدم دورتر نمی باشد. یعنی فوقش 20 قدم دورتر نیست در نماد شتر کوچک. خب شتر اگه در محیط صخره‌ای باشد نباید دنبال تپه بوده و باید دنبال پلم بوده. دقت کنید در مواردی تایید شده و دیده شده در محیط صخره‌ای شتر 2 الی 3 تا پلم در دیوارها داده. در موقعی که شتر کنار پله باشه یعنی شما پله های زیادی رو دارید که کنارش چسبیده به پله های تندیس شتر رو دارید، مربوط به قلعه شاهی است. یعنی راه به قلعه شاهی، خب شتر داخل غار یعنی هدف درون غار به صورت پلم می باشد. شتر برجسته که نشانگر وجود دفینه می باشد به هیچ وجه مورد اشاره ندارد. شتر دارای کوله بار یعنی وجود دفینه در مسیر جلو. شتر وقتی تندیس و نشسته بود سری بالا یعنی هدف در روبرو به صورت پلم. در شتر برجسته باید به دنبال دست و پای شتر دقت کنید که کدوم یک سمتی را نشون میده که به دنبال پلم باشید. شتر به صورت برجسته در حال حرکت اگه دست راست آن بالا و در حال حرکت بود یعنی فاصله نزدیک نیست و تا 70 الی 80 قدم باید در نظر گرفت. اگه دست چپ بالا بود یعنی فاصله نزدیکه. این بود بس در مورد نماد شتر.